این لوگو موشن های جذاب رو با یه پروژه آماده پریمیر تو چند دقیقه میتونید بسازید. سلام، امیدوارم که عالی باشین. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که بدون نیاز به کارهای عجیب و غریب و سخت با استفاده از پروژه های آماده پریمیر برای خودتون لوگو موشن بسازین و بهترین خروجی رو از پروژه های آماده داشته باشین. اما قبل از شروع باید بهتون بگم که برای دانلود رایگان این پروژه های آماده میتونین به کانال تلگرامی که لینکش رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم سر بزنین و پروژه آماده لوگو موشن رو سرچ کنین و خیلی راحت هر کدوم رو که خواستین دانلود کنین و از حالت زیپ خارج بکنین. بریم تو پریمیر تا آموزش رو شروع کنیم. بزن بریم. بعد از اینکه فایل ها رو از داخل کانال تلگرام دانلود کردین، اونها رو از حالت زیپ خارج میکنین و وارد پروژه میشین و دنبال فایل های MOGRT میگردین، به معنی Motion Graphic Template. اینجا دوباره من باید این فولدر رو باز بکنم و در نهایت به فایل های .MOGRT میرسم که همون فایلیه که نیازش دارم. حالا از این قسمت من باید آدرس این فایل رو کپی بکنم و وارد پریمیر میشم و از قسمت ویندو پنل اسنشیال گرافیکس رو فعال میکنم. حالا میریم به سمت پایین پنل اسنشیال گرافیکس و روی گزینه اینستال موشن گرافیکس تمپلیت کلیک میکنیم و توی این قسمت باید آدرس رو پیست بکنیم و در نهایت این فایل MOGRT که توی این آدرس هست رو انتخاب میکنم و روی اوپن کلیک میکنم. همونطور که میبینید فایل توی این قسمت اضافه شده و من فقط الان باید یه سکانس بسازم با ابعاد 1920 در 1080 پیکسل و اوکی رو میزنم تا این سکانس برای من ساخته بشه. من این پنل ها رو یکم بزرگتر میکنم که راحت تر بتونیم این فایل رو ببینیم. من این فایل رو درگ میکنم و توی تایملاین قرارش میدم. یه همچین پیغامی برای من ظاهر میشه که خب میگه این فایل با سکانس ما همخونی نداره. من Keep Exiting Settings رو میزنم تا فایل وارد بشه. یکم توی تایملاین زوم میکنم تا بهتر بتونیم روی این فایل کار بکنیم. اگر شما این فایل رو انتخاب بکنین و وارد قسمت اسنشیال گرافیکس بشین، توی بخش ادیت ما میتونیم تنظیمات و تغییرات این فایل رو انجام بدیم. از قسمت ادیت لوگو ما یور لوگو رو باز میکنیم و توی این قسمت باید لوگوی خودمون رو اد بکنیم. فقط باید حواستون باشه که لوگویی که قراره استفاده بکنین حتما باید PNG باشه و بدون بک‌گراند باشه تا بتونه به درستی این فایل رو بخونه. حالا من اینو درگ میکنم و توی این قسمت رها میکنم. دوباره میریم توی پریمیر و این گزینه رو روی نو اسکیل قرار میدم و حالا یکم هم میتونم از اینجا سایزش رو کمتر بکنم. مثلا میذارم روی 40%. یکم میرم به انتهای کار تا جایگیری لوگو رو بتونم تنظیم بکنم. خب یکم لوگوی من احساس میکنم که پایینه و باید بره بالاتر. از این قسمت میتونیم یکم لوگو رو ببریم بالا و دقیقاً اون تنظیماتی که میخوایم رو بهش بدیم. همونطور که میبینید یکم لوگوی من رفت بالاتر و تنظیمات انجام شد. حالا این پنل رو میبندم و میرم سراغ پنل ادیت تکست و میخوام این متنی که اینجا هستش رو تغییر بدم. مثلا اینجا مینویسم پریمیر پرو. همونطور که میبینید متن خیلی راحت تغییر میکنه و از این قسمت هم میتونین فونت رو تغییر بدین یا از این قسمت هم میتونین وزن فونت خودتون رو تغییر بدین. از اینجا هم ما میتونیم حالتهای مختلف و استایل‌های مختلف رو برای فونت داشته باشیم و ابعاد فونت رو هم از این قسمت میتونین تغییر بدین. من یکم بزرگترش میکنم تا بهتر دیده بشه و الان لوگوی ما آماده است. حالا فقط کافیه که یه افکت صوتی یا یه موزیک هم اضافه بکنیم به لوگو موشن. حالا من اینجا یه موزیک دارم که اینو اد میکنم توی این قسمت و بعد دوباره میذارمش زیر این لوگو. انتهای لوگو احساس میکنم که خیلی کمه و حالا ما باید یه پریویو بگیریم تا ببینیم که این لوگو به چه صورته. میرم ابتدای کار دکمه آی روی کیبورد رو میزنم و تا انتهای تایملاین دکمه او روی کیبورد رو میزنم تا این محدوده انتخاب بشه. حالا از قسمت سکانس روی رندر اینتو آوت کلیک میکنم تا رندر برای من گرفته بشه. فقط باید به این نکته توجه بکنین که اگر سیستمتون ضعیف باشه این رندرینگ و خب خروجی و اکسپورت گرفتن از پریمیر خیلی زمان بره، به خاطر اینکه اینها یه سری فایل هایی هستن که گرافیکی هستن و طبیعتاً
پردازش تصویر خیلی زمان میگیره ازتون و طول میکشه. پس این یه اتفاق طبیعیه و اگر زیادی طول کشید نگران نباشین، چون الان توی سیستم من حدوداً 10 دقیقه طول میکشه تا این فایل با تایم حدوداً 8 ثانیه رندر بشه. خب همونطور که دیدین این لوگو انتهای کار خیلی سریع از بین میره و لوگو دیده نمیشه. به خاطر همین من میتونم بیام اینجا دقیقاً انتهای کار یه کات بزنم و کلیک راست بکنم و اینجا Add Frame Hold رو انتخاب بکنم. حالا میتونم تایمش رو بیشتر بکنم و تا انتهای موزیک تایمش رو داشته باشم. حالا اگر پلی بکنم میبینید که تایم بیشتری ما لوگو رو داریم. برای خروجی گرفتن از این لوگو هم مثل بقیه خروجی گرفتن ها دکمه I در ابتدای کار و دکمه O در انتهای کار رو میزنیم. بعد میریم به قسمت فایل، اکسپورت، مدیا و از این قسمت فرمت H264 رو انتخاب میکنیم. یکی از این پریست ها که ترجیحاً های کوالیتی 1080 HD که با کیفیت بالا برای ما خروجی گرفته بشه و یه مسیر بهش میدیم. مثلا من همین درایو دی رو انتخاب میکنم و سیو رو میذارم. اینجا هم یه اسم بهش میدم به نام لوگو و در نهایت اکسپورت رو میزنیم تا خروجی برای ما گرفته بشه. امیدوارم که این ویدیو برات مفید بوده باشه و لایک و انرژی یادت نره. اگر به یادگیری تدوین با پریمیر علاقه داری حتما کانال منو سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کن تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی.